پیش بینی ما این هست که این آزمون در تیر ماه برگزار بشه. تفاوت‌هایی در آزمون استخدامی امسال با سال گذشته هست، اگرچه در سال گذشته هم نظر وزارت آموزش و پرورش بر این بود که وزن بیشتر آزمون‌های استخدامی بر نمره کتبی آزمون باشه، ولی خب با توجه به سیاستی که در سال گذشته در سازمان اداره استخدامی وجود داشت، وزن نمره شفاهی رو بیشتر در نظر می‌گرفتن. با موافقت سازمان اداره استخدامی وزن آزمون کتبی امسال در آزمون ما بیشتر خواهد بود و تلاش میکنیم که از طریق آزمون بتونیم بهترین معلمان رو از طریق آزمون استخدامی جذب کنیم. اگرچه ما معتقدیم که